سرخط خبرهای مهم. یک عضو دیگری خانواده اسلاموف‌ها خواستار بازبینی پرونده شده است. مقامات مسکو از مسلمانان خواستند که نماز عید را در خانه گذارند و بازداشت یک شهروند تاجیکستان برای تنقید پوتین. سلام بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز پنجشنبه 4 اپریل. دلاور اسلاموف عضو سیوم خانواده اسلاموف ها که به فروش ماشین به حمله‌وران مجمع کراکوس سیتی هال ایدار دانسته می شود، از قرار حبسش شکایت کرده خواستار بازبینی پرونده شده است. این در حالی است که پدرش اسرائیل اسلاموف در آخر ماه مارت نسبت به قرار دادگاه شکایت برده بود، ولی با نوشته خبرگزاری های روسی دادگاه شکایتش را به تغییر گذاشت. خبرگزاری رسمی ریاء نووستی و ایزوستیا با تکیه به خبر دادگاه ناحیه بسمانی مسکو نوشتند که دادگاه روز 3 اپریل شکایت دلاور اسلاموف را دریافت کرده است. دادگاه ناحیه بسمانی شهر مسکو آنها را روز 25 مارت به اتهام عمل تروریستی 2 ماه به حبس گرفته بود. دلاور اسلاموف فرزند اسرائیل اسلاموف صاحب ماشینی گفته می شود که حمله‌وران استفاده کردند. اسلاموف ها اتهام را نپذیرفته ادعا دارند که از حمله تروریستی در تالار موسیقی خبر نداشتند. تفتیشات میگوید پدر و 2 برادر عضو گروه جنایی بوده به حمله‌وران مدد رساندند. حکومت مسکو از مسلمانان خواسته است که نماز عید رمضان یا عید فطر را در شرایط خانه گذارند. در نامه‌ای که صحیفه‌های تلگرامی روسی از قبل دپارتمنت سیاست ملی شهرداری مسکو روز 3 اپریل نشر کردند، گفته شده است که روز 10 اپریل در روز عید رمضان محدودیت‌ها جاری شده است و بهتر است مسلمانان در خانه نماز عیدشان را بگذارند و به مسجد نروند. در بخش اطلاعاتی این دپارتمنت به رسانه استروژنا نووستی گفتند که محدودیت در پیوند به حمله کراکوس سیتی هال گرفته شده است. این نامه به کاردهندگان و دیگر اداره‌های محلی فرستاده شده است تا کارمندان مسلمانشان را از این محدودیت آگاه سازند. در نامه گفته شده است که باید به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در رساندن این خبر توجه خاص داده شود. این خبر را مقامات روس هنوز رسما شرح ندادند. شورای علمای روسیه نیز روز عید رمضان را اعلان نکرده است. سالهای پیش 10,000 مهاجران مسلمان در گوشه و کنار روسیه دست جمعانه نماز عید و عید قربان را می‌گذاشتند. پس از حمله مرگبار روز 22 مارت در مسکو فشار بالای مهاجران مسلمان بیشتر شده است. در این حمله که اکثرا شهروندان تاجیکستان را گمانبر دانستند، بیش از 140 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شده است. و حالا می رویم به شهر کولوب که آنجا یک قسمی زمین‌های کشت را به خارجیان دادند. از اول سال 2015 روانی دادن زمین‌های کشت پخته به خارجی‌ها آغاز شده. حالا در ولایت ختلان 5 شرکت خارجی 33,504 گکتار زمین دارند. در حکومت ولایت ختلان گفتند که 10,053 گکتار در دست چینی هست. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. این زمین شدگار شده تا سال گذشته در اختیار خواجگی دهقانی همدانی بود. نهاد در کناره کولوب که به پرورش زراعت تخمی مشغول بود. اکنون این زمین ها که قریب 1900 گکتار را تشکیل می‌دهند به شرکت روسی به تکه داده شده اند. صاحبکاران روس این زمین ها را 19 سال در اختیار خواهند داشت. از حساب خواجگی کلان برای کشت پخته و در آینده تأسیس دادن کارگاه کارکردی پخته، رساندگی، بافندگی تا متاع تیار در حدود شهر کولوب به همین خاطر همین زمین‌ها با اصطلاح و بیتیکا گروه میگن با همونو 1894 گکتار زمین با اجاره داده شده است. سالهای زیاد صدها گکتار زمین را 2 خواجگی بزرگ همدانی و سبز در اختیار داشت. عبدوجبار زردیو رئیس پیشینی کلوب و گنرال شیرالی سبزوف این خواجگی های بزرگ کلوب را رهبری میکردند. به علت کمبودی آب اکثر وقت بیشتری زمین های این خواجگی ها از کشت میماندند. حالا شهردار کلوب میگوید که با شینانیدن نساز های آب این زمین ها را به کشت پخته آماده کرده اند. لایحه تعمیر و تجدید پایگاه آبکشی 1851 و 1852 که سرچشمه اساسی آب خارجی آن
با واسطه کلوبداری از حدود ناحیه وسه وارد می‌گردد. در مدت 18 ماه با مبلغ زور از 2 میلیون دلار آمریکایی آغاز گردیده بود. با آغاز فصل گرما معلوم خواهد شد که آب به این زمین ها میرسد یا نه، چون که سال گذشته دهقانان این منطقه از نارسایی آب شکایت داشتند. با وجود این صاحبکاران روز تراکتورهای خود را وارد کلاب نموده کار را آغاز کرده اند. الکی دیده می شود همه زمین هایی را که به اختیارشان داده شده اند کشت کرده اند. در حکومت کلاب باور دارند که در اینجا تا 6000 ساکن محلی صاحب جای کار خواهد شد. ما حرکت میکنیم که همون مردمی که در همون خوجگی و کور و فعالیت میکردن الکی تجربه کاری دارن حرکت میکنیم که ما از همونو تامین کنیم. از اول سال 2015 روند دادن زمین های کشتی پخته به خارجی ها آغاز شده بود. همان سال پارلمان تاجیکستان سندی را توصیب کرد که بر پایه آن جونتای ختلان سینسیلو صاحب 15000 گکتار زمین در ولایت شد. بعد 4 سال استفاده جونتای ختلان سینسیلو از یک قسم زمین‌هایش دست کشید. حالا در ولایت ختلان 5 شرکت خارجی 33504 گکتار زمین دارد. از این شماره 13437 گکتارش را زمین‌های آبی تشکیل می‌داده است. در حکومت ولایت ختلان گفتند که 10053 گکتارش در دست چینی هاست. دست به کار شدن شرکت روسی در اینجا بار اول اتفاق می‌افتد. محمود جان احمدزاده، آزادی، کولا. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. پس از حمله تروریستی در تالار کنسرتی کروکوس، پلیس مسکو با تفتیش منزل‌های استقامتی شروع کرده است. تبر تلگرام کانال باز خبر می‌دهد مقامات انتظامی بیشتر منزل‌های سر آدم و جاهای را تفتیش می‌کنند که مهاجران به احتمال زیاد غیر قانونی زندگی می‌کنند. به اطلاع منبع در شعبه‌های پلیس مسکو گروه‌های مخصوص از شعبه‌های کوفتوکوی جنایی، ماموران پلیس ناحیه و نیروهای تعیین شده تأسیس شده است. آنها تقریباً به همه خانه‌های استقامتی منطقه‌هایشان گشته باید منزل‌هایی را پیدا کنند که آنجا مهاجران غیر قانونی زندگی دارند. ریدها از 1 اپریل آغاز یافتند و تاکنون مقامات انتظامی در بیشتر منطقه‌ها به تفتیشات شروع کردند. در جاهایی که فعلا رید نگذشته است به احتمال زیاد روزهای نزدیک ریدها گذرانده می شود. در پی حمله به مجمع کروکوس سیتی هال فشار بالای مهاجران افزایش یافته است و با دلیل یا بی دلیل برخی از آنها را اخراج می کنند. در کوچه و خیابان و جای کار کارمندان پلیس مهاجران را بازداشت می کنند. برخی را جریمه و برخی را اخراج می کنند. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار زندگی می کند. حمله مرگبار روز 20 مارس که در آن چند تاجیک را گمانبر دانستند کار زندگی مهاجران تاجیک را سخت کرده است. و در روسیه یک شهروند تاجیکستان را برای صحبت درباره جنگ و انتقاد از پوتین بازداشت کردند. دادگاه ناحیه کالینین شهر نوسیبیرسک دلیرجان اوچیلوف شهروند تاجیکستان را با اتهام افباشی و پهن خبر بردروغ درباره جنگ به بازداشتگاه موقتی روان کرده است. در این باره تلگرام کانال روسی سیرنا خبر داده است. با اطلاع منبع مقامات او را برای سخنان قبیح، تحقیر زنان روس و محکوم کردن قرارهای حکومت روسیه و ولادیمیر پوتین متهم کرده است. اوچیلوف سال 2012 به روسیه رفته، سال 2021 اجازه اقامت گرفته است. با اطلاع سیرنا ماه فوریه سال روان برای گرفتن شهروندی روسیه حجت پیشنهاد کرده است. کمیته تفتیشاتی گفته است که شهروند تاجیکستان قبل از بازداشت در بازار خوراکواری غیر قانونی کار میکرده است. و بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد. 4 اپریل 11 قرن پیش روبیه بلخی یکی از اولین شاعرهای تاجیک زیست است که همسر ابو عبدالله رودکی بود و با اشعار عشقیش معروف است.
аз ӯ чанд ғазалу рубоӣ расидааст ки ба қавли гулрухсор дар пояи баландтарини шеъри форсӣ эҷод шудааст ва ба сатҳи рубоии рӯдакӣ баробар аст. мегӯянд ишқи Робияи Балхӣ ба як ғуломи бародараш барои эҷоди шеърҳои пурэҳсоси занона сабаб шудааст. мегӯянд ишқи мамнӯи фошшудааш боис шуд ки бо амри бародар Робияро дар гармоба бо буғ куштаанд. 4 апрел бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид рӯзи байналмилалии огаҳӣ аз мина як силоҳи хатарноки тарканда аст ки дар қарни 21 ҳам аз ҷониби бархе гурӯҳ ё ҳукуматҳо зидди аҳолии мулкӣ ба кор меравад. дар хоки Тоҷикистон ҳам баъди ҷанги шаҳрвандӣ беш аз 800 нафар асосан шаҳрвандони мулкӣ аз минаҳои таркидаи Узбекистони Даврони Ислом Каримов ки гуфт ҳудуди кишварашро аз гурӯҳҳои ҷангӣ ҳимоя мекунад, куштаву захмӣ шуданд. ин минаҳо дар аҳди президент Шавкат Мирзиёев давоми 3 сол то соли 2021 аз марзи Тоҷикистон барчида шуданд. 4 апрели соли 2010 дар синни 82 солагӣ нависандаву адабиётшиноси маъруфи тоҷик Расул Ҳодизода даргузашт. муҳаққиқе ки дар пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ кор кардааст, инчунин муаллифи романи Ситораи дар тирашаб дар бораи зиндагии Аҳмади Дониш, Парвози Шоҳин аз рӯзгори Шамсиддин Шоҳин ва қиссаи Мансури Ҳалоҷ аст ки ин шахсиятҳоро бо бадеияти баланд ба хонандаи асри 20 муаррифӣ кард. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст: 1000 рубл баробар аст ба 118 сомонӣ, 100 евро ба 1180 сомонӣ ва 100 доллар ба 1095 сомонӣ иваз карда мешавад. бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро бароямон нависед. то барномаи баъдӣ хайр.